با سلام به بینندگان عزیز برنامه تلویزیون تصویر ایران و برنامه Wellness of Mind, Body and Soul. خیلی خوش آمدیم به برنامه ما. انشالله که دوشنبه خوبی رو در پیش دارید و داشتید و ویکند خوبی رو داشتین. خیلی متشکرم ازتون که به برنامه ما توجه میکنین، ایمیل هایی که میفرستید و ساپورتی که میکنین برای من بسیار با ارزشه و خوشحالم که برنامه ما تونسته بهتون در حدی کمک بکنه. همونطور که قبلا هم گفتم و همیشه میگم در برنامه‌مون، این برنامه یک برنامه آموزشی هستش که سعی میکنه یک آلات و ابزاری رو دست افراد بده که بتونن با یه سری از مسائلی که در روز در زندگی در فعالیت‌های روزمره باش دست و پنجه نرم میکنن بتونن بلکه یک راه حلی براش پیدا بکنن، ولی به هیچ وجه یک برنامه نصیحتی، پند و اندرزی و یا مداوایی نیستش. یکی از توصیه‌هایی که دارم به دوستان عزیزی که دارن به برنامه‌مون توجه میکنن اینه که اگر در طی این برنامه مسائلی رو که من بهش اشاره میکنم، مسئله هستش که دارید باهاش دست و پنجه نرم میکنید، مسئله هستش که احساس میکنید خیلی در موردش بهش احتیاج به کمک دارید، با متخصصین مربوطه تماس بگیرین و معمولاً متخصصینی که احتیاج دارین باشون تماس بگیرین در رابطه با آموزش های این برنامه روانشناس ها، روانکاو ها و مشاورها هستن. یکی از مسائلی رو که من خیلی در کار بهش مواجه میشم و بسیاری از افرادی که میان و کمک میخوان در این یک مورد به خصوص میبینیم که داره بست پیدا میکنه، مسئله عادت و حتی اعتیاد به فعالیت‌های اینترنتی هستش. کتابی وجود داره برای روانکاوا و روانشناسا که یک کتابیه که تمام ناراحتی‌های روحی روانی چه فکری، چه ذهنی، چه کمیکلی توی اون کتاب نوشته شده که این کتاب هر چند سال یه بار جدیدش میاد بیرون. الان برای یکی دو سال آینده که کتاب جدید داره میاد بیرون، کتاب تشخیص‌های این بیماری‌ها، دارن یک بیماری جدید رو اضافه میکنن به اسم اینترنت ادیکشن. بنابراین این نشون دهنده اینه که انقدر این اپیدمی و واگیر در قرن فعلی زیاد شده که به حالت پاتولوژی و آسیب دیدگی رسیده، به مرحله‌ای رسیده که احتیاج به مداواهای روانکاوی، رواندرمانی، روانپزشکی، روانشناسی احتیاج پیدا کرده. تا سال 1996 این مسئله مطرح نبود حداقل در امریکا. در سال 1996 دکتر کیمبرلی یانگ در یکی از سمینارهای روانشناسی رواندرمانی کانادا در تورنتو برای اولین بار یک سری اوراق تحقیقاتی علمی رو در رابطه با اینترنت ادیکشن مطرح کرد که یک سری علائم و ناهنجاری‌های رفتاری و کرداری رو مشخص کرده بود در رابطه با افرادی که از این مسئله رنج میبرن. متاسفانه این بیماری اینترنت ادیکشن یا اعتیاد به فعالیت‌های کامپیوتری و سایبر اکتیویتی ها در بین جوان‌ها خیلی زیاده، در بین تینیجرها خیلی زیاده و تا حدی که با مسائل درسی و کاریشون اختلال پیدا میکنه. ولی این دلیل نمیشه که بزرگسال‌ها مستثنا باشن و بزرگسال‌ها به این بیماری مبتلا نمیشن. همین تحقیقات دکتر یانگ نشون داد در همون سال که و سالهای بعد، البته هنوز آمارهای خیلی دقیق وجود نداره چون یک مسئله خیلی جدیده، ولی آخرین آماری که گرفتن بسیار آمار ترسناکیه، برای اینکه میگه در آمریکا از هر 8 نفر 1 نفر به یکی از
ناراحتی های بیماری های اعتیاد به اینترنت مبتلا میشه و این آمار بسیار زیادیه. 1 در 8 آمار بسیار زیادی هستش. اگر اجازه بدین و من از آقای اندرو کارگردان عزیزمون خواهش کنم که من 1-2 تا ویدیو براتون آماده کردم که ویدیوی اول رو با هم نگاه کنیم و بعد که برمیگردیم من به یه سری از علائم این بیماری و چگونگی‌های درمان‌های راه‌های درمانش میپذیرم. خیلی ممنون. Joke in 95, but as the use of the internet has grown, it's getting a more serious look by the psychological community. They wonder if it's an impulse disorder like excessive eating and shopping or an addiction closer to alcoholism or cigarette smoking. It's a relatively new field, and researchers are studying the prevalence of what they're calling pathological computer use. How many hours a day do you think you spend online? An hour and a half or 2. Work, on the computer, 9-10 hours a day. About 3. That's how much it sucks you in. According to Kimberly Young, the director of the Center for Internet Addiction and Recovery, it's not a matter of time on the internet. It's how the behavior is affecting one's life. Do they lose a job, get divorced, or fail school in part because of time wasted surfing the web? There's only been limited study on the numbers, but Young estimates that as many as 10% of Americans may have a form of pathological computer use. Many addictions are in secret, and there's a lot of shame attached to them. People aren't really talking about it, especially something like a tool like the internet, which is a part of our lives now. We need to understand, for instance, what kind of reward are we getting from the use of the internet that might even be similar to cocaine, or for that matter, a cigarette, or crystal methamphetamine, or sex. I've had some clients that in one evening would download 30,000 pics from sites. There are certain neurotransmitters that cause us to want to return back to certain behaviors. And again, can we manage that pleasure center of the brain? Do you guys know anyone like that spends what you think is too much time online, not enough time outside doing things? I'm guilty too, in terms of feeling a compulsive need to check Facebook or check my email. My ex-wife, for instance, she has a 3-year-old son, and she's on her BlackBerry, looking at this, and he's painting the CDs with jelly, and kind of takes away from your real life. Many of our lives have changed over the last few years and will continue to change because of the web, but there are advantages as well as disadvantages. Counseling is an option for those that recognize that they have a problem, but others do not take it seriously as a disorder. And they may be right, because it's not an officially recognized disorder yet. I think you just need to go out and get in the sunshine a little bit instead of sitting in front of a computer screen. I don't know how negative it is in terms of its impacts on my health or something like that. My kids range from 22 to 8. So they spend time on the internet, but not in a compulsive manner. We're kind of at the edge of something. We really need to learn a lot more about the way we manage the tools like we have the internet and computers for that matter. It's a balance for everyone and only a major problem for a few. But if you're spending all day on the nypost.com, we can assure you that's perfectly normal. It's so informative and entertaining. بله، همونطور که مشاهده کردین اشاره کرد در این ویدیو هم که این یک تحقیقات علمی در این رشته در این مورد خاص هنوز خیلی تازه است، ولی با همه این حرفا آمارهایی که دارن بر اساس تحقیقات اخیر نشون داده که 10% از جمعیت امریکا مبتلا به این بیماری اینترنت ادیکشن هستش و به نظر من بسیار آمار بالاییه برای اینکه یک چیز خیلی جدیدی هستش و به خصوص اینکه این مسئله فقط مسئله بچه‌ها و تینیجرها و محصلان نیست، با البته جمعیت مبتلا به این ناراحتی در این سنین بچه‌ها و جوان‌ها و تینیجرها بالاتره، ولی بسیاری از بزرگسال‌ها و افراد مسن‌تر هم هستن که به این مسئله مبتلا شدن. مثلا خیلی از روابط زناشویی هستش که به هم خورده به خاطر اینکه یکی از افراد مبتلا به بیماری اعتیاد یک نوع سکس ادیکشن داشته با نگاه کردن به عکس‌های سکسی یا با نگاه کردن به فیلم‌های سکسی روی اینترنت که اون میره توی کاتگوری سکس ادیکشن و اینترنت ادیکشن. و یا مسئله الان یه مسئله بسیار پاپولار و محبوب فیسبوک هستش که تمام دنیا معروف هستش و تمام دنیا محبوب هستش و خیلی از افراد هستن که به خاطر اینکه مرتب پشت فیسبوکشون هستن و مرتب باید فیسبوک رو چک کنن و پست کنن و جواب بدن و سر بزنن، از آمارها نشون داده در رابطه با مسائل تحصیلی در محیط‌های دانشگاهی و یا
دبیرستانی نشون داده که بسیاری از این محصل هایی که اکتیویتی ها و فعالیت های فیسبوکشون خیلی بالاه، نمره هاشون افتاده پایین، کلاس ها رو فیل کردن. کشورهایی که توی اینترنت ادیکشن خیلی بالا هستن، ایتالیا، پاکستان، ایران، آلمان، کره، تایوان، که حتی در چاینا، کره و تایوان تریتمنت سنتر درست شده به خاطر اینکه این ناراحتی انقدر بالا بوده که یک سری تریتمنت سنترها درست شده فقط و فقط برای مداوای اینترنت ادیکشن. هر مسئله‌ای، یعنی این مسئله اینترنت ادیکشن مثل خیلی از مسائل دیگه در زندگی، وقتی که ما اکسس به طور زیادی ازش استفاده میکنیم ضرر پیدا میکنه، برامون قابل ضرر میشه. بنابراین مسئله اینترنت و فیسبوک و گوگل تمام اینا درست شد و باعث شد که این قرن فعلی به عنوان قرن ادوانس های تک شناخته بشه. بسیار به همه کمک کرده. بسیاری از دانشگاه ها آنلاین پروگرام درست کردن، دیکشنری های مختلف روی اینترنت هست و خود فیسبوک برای جامعه مهاجرتی مثل ما بسیار جالب و مفید بوده. بعد از سالها همه تونستیم با فامیلا و دوستایی که سراسر دنیا مدت‌ها خبر نداشتیم اینستنتلی و آنی خبر پیدا کنیم، عکساشون رو ببینیم. بنابراین مفهوم اینترنت مفهوم ضررداری نیست. اونجوری که ما ازش استفاده میکنیم و اونجوری که روی زندگی ما تاثیر میذاره میتونه یه مقدار زیان آور باشه و تبدیل به اعتیاد بشه. حالا یه سری علائم هست که توی خودتون میتونید چک کنین و خودتون رو تست کنین. اگه برید روی سایت کیمبرلی یانگ، اونجا یه سری تست ها هستش که میتونید تست ها رو جواب بدین و ببینید تو چه کاتگوری میرین. ولی به طور کلی یکی از چیزهایی که میتونید از خودتون بپرسین اینه که من چقدر مشغولیت فکریم اینترنت هستش، چقدر در روز هر کاری که دارم میکنم، سر کار هستم، دارم یه پروژه‌ای رو مینویسم، تو کلاس هستم، مرتب پشت ذهنم، پشت فکرم اینه که من کی میرم روی اینترنت، من کی میرم روی فیسبوکم. من مرتب پری آکوپیشن دارین، مشغولیت فکری دارین با این مسئله که کی میشه که برین به فعالیت‌های اینترنتتون برسین. و یکی دیگه این که همش توی فکر این هستید که با خودتون دارین فکر میکنین که من میخوام ساعتمو محدود کنم، یعنی خودتون دارین آگاهی و تشخیص میدین که من خیلی روی اینترنت هستم، 3 ساعت 4 ساعته و میخوام کمترش کنم. و همیشه با قصد به این که ساعت‌هایی که روی اینترنت میگذرونید و برید کمتر کنید، میرید به فعالیت ها میپردازید، ولی متاسفانه موفق نمیشین. بالاخره باز میبینید که نه تنها 3 ساعت بلکه بیشتر داره میشه. یکی دیگه این که میبینید که چقدر دارید اتمپت میکنید و سعی میکنید که این کار رو ترک کنید، حالت ترک اعتیاد. هی به خودتون میگی من باید این کار رو ترک بکنم. اینم یک نوع آگاهی به شما میده که یه مشکلی احتمالاً دارین. یه مسئله دیگه این که هر موقع که میخوایم برین آنلاین و فرض کنین مثلا باید برین آنلاین برای پروژه های مدرسه‌تون، برای کارهاتون، پروژه های کاریتون، یه دفعه خودتون رو پیدا میکنید که روی فیسبوک هستین، قرار بوده نیم ساعت یه پروژه کاری رو چک کنین، 1 ساعت روی اینترنت. یعنی یه چیزی از کنترل خودتون خارجه. تا وقتی که ما بتونیم عادت‌ها و عملکردهامون رو کنترل کنیم اعتیاد نیست. تا وقتی که زیان آور نیست و متوقفمون نمیکنه از نرمال زندگیمون، حالا هر چی که اون نرمال رو اسمشو میذاریم، اعتیاد نیست. ولی وقتی که از دستمون میاد بیرون و من میرم که یه پروژه کاری رو روی اینترنت انجام بدم و فوقش 10 دقیقه طول میکشه، میبینم 1 ساعت رو گوگل بودم، رو چت بودم، رو فیسبوک بودم، این نشون دهنده اینه که there is a problem، یه مشکلی وجود داره که از کنترل من خارج هستش. البته سیمتومای دیگه هم هستش، ولی مثلا یکی از چیزهای دیگه اینه که آیا شما روابط کاریتون، روابط دوستانتون، روابط زناشوییتون، روابط‌های با خواهر، برادر، دوست پسر، همسر، کاری، فامیلی به خطر داره میفته و سکند در واقع دوم میشه. یعنی شما فرض کنید ارجحیت‌های زندگی و رابطتون رابطه شما و اینترنتتون هست، بعد بقیه رابطه ها میاد. اون 100% یکی از علائمیه که شما لازمه بهش توجه بکنید. و یکی دیگه این که آیا فامیلی ممبر هاتون مثل خواهر، برادر، پدر، مادر
دوست بهتون داره توصیه میکنه، بهتون داره یادآوری میکنه که شما خیلی رو فیسبوک هستین، چقدر داری با تلفنت کار میکنی، وقتی که با ما نشستی چقدر فرض کنین با حواست به ما نیست و بهتون مرتب دارن انتقاد میکنن که خیلی داری وقت روی تلفن و فیسبوک و اینترنت میذاری. این اخطارها اگر زیاد بشه خودش یک نوع گوشزدی برای شما باید باشه که توجه کنید به این مسئله که maybe there is a problem, maybe I have a problem، شاید یه مشکلی دارم. و بعد یکی دیگه این که آیا رفتن به اینترنت، رفتن به این که شما برید فیسبوکتون رو چک کنید یا برید روی اینترنت یا برید روی چت، آیا شما دارید از مشکلات دیگه فرار میکنید؟ آیا مثلا فرض کنید یه دعوایی شده، یه اختلافی دارید، مسئله کاری دارید، مسئله درسی دارید و دارید اوید میکنید و انکار میکنید و میخواین اون مسئله رو باهاش دست و پنجه نرم نکنید، میخواین باهاش روبرو نشید، راه حل پیدا نکنید، برای همین میاین توی در واقع این اعتیادی که پیدا کردین خودتون رو به خودتون یک لذت کاذب میدین. در واقع همیشه مبتلا شدن به یک نوع اعتیاد به خاطر اینه که یک نوع لذت کاذب به آدم میده. خود اینترنت و خود سوشال لایف و فعالیت‌های اجتماعی روی اینترنت خودش کاذبه، برای اینکه سوشال لایف واقعی، زندگی واقعی اجتماعی یعنی وقتی که من میرم با کسی برخورد شخصی دارم، حرف میزنم، دست میدم، غذا میخورم. توی سوشال لایف، فعالیت‌های اجتماعی، زندگی اجتماعی، مکالمه و محاوره و برخوردها و اکسچنج‌ها و رد و بدل‌های فکری و روحیه. بنابراین خود اون ورچوال ریالیتی رو که اینترنت و فیسبوک ایجاد میکنه در واقع یک نوع سوشال لایف و فعالیت اجتماعی کاذب هستش که خودش لید میکنه و راه رو رهبری میکنه برای یک نوع اعتیادهای کاذب. ما 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم، ولی ازتون خواهش میکنم اگر فکر میکنید که خودتون یا بچه هاتون به این مسئله مبتلا هستن و فکر میکنید یک زنگ خطرهایی میبینین، با 10 دقیقه وقت داریم، ببخشید. اگر که فکر میکنید که یک زنگ خطرهایی وجود داره و میبینید، خواهش میکنم حتما گوشزد بکنید و با متخصصین در رابطه با متخصصین روانشناسی، روانکاوی، رواندرمانی مشورت بکنید. حالا که آقای اندرو گفتن 10 دقیقه وقت داریم، من یه ویدیوی دیگه رو آماده کردم، حدود 4-5 دقیقه است، ولی حالتی اگر بچه هاتون الان نشستن پای تیوی، البته میدونم مدرسه هستن، ولی اگر که نمیدونم قادر هستین این برنامه ها رو ضبط کنین یا نه، یا بعدش برید روی یوتیوب پیدا کنین، برای بچه ها اینو بذارین، چون این حالت کارتونی داره و خیلی جالب یه مقدار توصیه کرد، تصویر به تصویر گذاشته مسئله‌ای که بچه‌هایی که باش درگیر هستن وقتی که تمام فکر و ذهنشون و قصدشون اینه که برن هر چه زودتر رو کامپیوتر. ازتون خواهش میکنم آقای اندرو اگه میشه این ویدیو رو هم بذارین. و آقای اندرو گفتن که چند تا آگهی میبینیم، بعد اون ویدیو رو میبینیم، بعد برمیگردیم. خیلی ممنون. کار را به کاردان بسپارید. حواله ارز کاردان، شماره 239 شپرد شرقی، تلفن 416 222 2024. بنیاد گلهای جاویدان، میراث فرهنگی داوود پیرنیا، گنجواره گلهای جاویدان، گلهای رنگارنگ، برگ سبز، یک شاخ گل، گلهای صحرایی، گلهای تازه، گلچین هفته، تکنوازان و 100 سال موسیقی ایران را در بیش از 8000 برنامه و قطعه شعر و موسیقی در یک آیپاد کلاسیک اپل با ظرفیت 160 گیگابایت به شما هدیه می کند. جهت تهیه آیپاد گلهای جاویدان لطفاً با تلفن 301 279 67 78
تکرار می کنم 301 279 67 78 و یا سایت اینترنتی pirya.com با ما تماس بگیرید. Oh, I have to get home quick and get on the internet. My mini homepage, messengers, email, games. Yes! Class is over! Let me see who visited my page today. Wow! Lots of people came. I guess I'll play games now. Boram, are you ready for today's game? Yeah, of course. Dude, dinner's ready. I'm not hungry. Oh, I call quits. Why? We're so close to a level up. Dude, I'm going to get some groceries. Don't miss the class at the academy. Yeah. Hey, we're late for class. It's only one day. What harm can it do? Oh, I'll get in trouble for this. Whatever. Let's go and sleep. No! Play some more! Hey! Don't fall asleep! Dude, what are you doing on the internet? Not sleeping? Who are you? You'll be addicted to the internet if you're on it for so long. Internet addiction? Okay. Shall we look over how you've been using the internet? You should all try this out. OX Quiz with Nettie. I play games or chat on the internet for more than 4 hours a day. I miss out on academies and other activities due to the internet. I like making cyber friends more than my family. You are using way too much internet. You might be addicted to the internet. Me? No way! I can't be. Oh, yeah? Then try to think about how your past life has been. Every day you're on the internet, and look at this. 30 points? What is this? Sir, Duel's asleep again. Why? Why do you never do your homework? Then what do I do? Try fixing your internet using habits from now on. First, get on the internet only when you absolutely have to. Second, keep an internet usage diary. Third, try hanging out with friends and participate in activities. Got it? Yeah, I'll make sure I keep all those things in mind. Always remember that a proper internet using habit prevents internet addiction. A vow for the prevention of internet addiction. Number 1, I will keep my computer where I can share it with my parents. Number 2, I will use the computer after finishing my daily work. Number 3, I will use the computer to find necessary information. Number 4, I will keep diary of my computer usage, time, and content. Number 5, I will not miss my bedtime because of the internet. بله، همونطور که مشاهده کردین این ویدیوی 4-5 دقیقه‌ای خیلی جالب تصویر میکنه که چطور بچه‌ها میتونن ندونسته به
ناراحتی اینترنت ادیکشن مبتلا باشن و چه کارهایی میشه راجبش کرد. یکی از مهمترین قدم هایی که برداشته میشه در رابطه با درست کردن هر عمل کردی، در رابطه با بهتر کردن هر عمل کردی آگاهی هستش. بنابراین اگر که شما در رابطه با خودتون یا فرزندتون این آگاهی رو پیدا میکنید که ممکنه خدای نکرده به این بیماری مبتلا شده باشن و اینترنت ادیکشن داشته باشن، با توجه به همین علائمی که توی این ویدیو هم گفتش و منم گفتم، اینه که قدم بعدی این میمونه که چطور ما میتونیم کمک کنیم به اون فردی که به این ناراحتی مبتلا شده. توی این ویدیو هم گفت یکی از کارهای خیلی مفید کردن اینه که شما میتونید یک دفترچه‌ای درست کنید که توش بنویسید، ثبت کنید، دفترچه لاگین باشه، ثبت بکنید که در روز چقدر و چند ساعت دارید میرین روی اینترنت، اکتیویتی هاتون چیه و بعد اینو بعد از یکی دو روز 2-3 دفعه که این کارو کردین یک ارزیابی بکنید که چند ساعت در روز رو به این مسئله اختصاص میدین و بعد نگاه کنید ببینید که زندگی شما اصولاً چند ساعت در روز میتونه به این مسئله اختصاص بده، چون زندگی ها بسیار پرمشغله هست، همه کار میکنن، همه درس میخونن و شاید سالمترین ساعتی که میتونیم به استفاده از اینترنت یا فیسبوک باشیم مکسیموم در روز 1 ساعت باشه. یعنی اگر یه چیزی بیشتر از 1 ساعت کسی صرف کنه، واقعیتش اینه که باید دید که آیا مسئله کاریش، مسئله درسیش، مشغله های دیگرش، روابط اجتماعیش اونا در چه حاله. و بعد یکی از مهمترین مسائل درسی بچه هاست. الان تحقیقات نشون داده که فعالیت‌های اینترنتی و فیسبوک بسیار تاثیر گذاشته روی وضعیت اکادمیک و تحصیلی بچه‌ها، چه در دبیرستان و چه در لول‌های کالج. یعنی حتی ریسرچ‌های علمی و تحقیقاتی در این رابطه انجام شده. بنابراین یه مسئله دیگه‌ای که باید بهش توجه کنید اینه که 2-3 ماه دیگه تابستون میاد. معمولاً تابستون اکثر بچه‌ها فعالیت‌های آنچنانی ندارن، تو مدرسه نیستن از ساعت 8 تا 2 3 و 4 5 بعد از ظهر و اون خودش اون 3-4 ماه، اون 2 ماه و نیم 3 ماه یک وقتیه که میتونه بسیار صدمه زننده باشه به بچه‌هایی که خیلی روی فعالیت‌های دیگه‌ای ندارن و بیشتر این فعالیت‌هاشون پشت کامپیوتر نشستن و روی فیسبوک رفتن و چت کردن و فعالیت‌های گیم و اینا باشه. بنابراین سعی کنید برای خودتون اگر فکر می‌کنید به این یه مقدار دچار این مسئله هستین و یا برای بچه‌هاتون فعالیت‌های سالم درست کنید. میتونید برین کلاس‌های ورزشی، کلاس‌های یوگا، کلاس‌های درسی، کلاس‌های آرت، برای بچه‌هاتون فعالیت‌های بیشتر بذارین و تا اونجایی که میتونید زندگی اجتماعی و سوشال لایف خودتون رو سعی کنید معنیش رو برای خودتون عوض کنید، برگردید به همون معنی واقعی که داشته، که یعنی تماس متقابل، رد و بدل کردن افکار، صحبت کردن، رد و بدل کردن احساسات و نه ضرورتا نشستن جلوی یک کامپیوتر و توی سایت‌های مختلف رفتن. به هر صورت اگر که باز هم فکر می‌کنید که احتیاج به کمک دارید و فکر می‌کنید این مبحثی هستش که یه مقدار توی زندگی شما درگیری ایجاد کرده، ازتون خواهش می‌کنم که با متخصصین امن تماس بگیرید، با افرادی که مشاورات، حتی افرادی که توی مدارس، کانسلرهای مدرسه هستن صحبت کنید. اونا میتونن بهتون توصیه‌های بهتری بکنن و یا اینکه دیالوگ رو باز کنید توی قسمت‌های روانشناسی، روانکاوی، روان-درمانی با افرادی تماس بگیرید که در این رشته‌ها تخصص دارن. اونچه که مسلمه اینه که هر کاری رو که ما در زندگی میکنیم وقتی که برسه به یک مرحله زیاده روی و اکسسیو و از دست و کنترل ما خارج بشه و تاثیر شروع کنه روی زندگی روزمره و روال عادیمون بذاره، میتونه متاسفانه یک نوع مالادپتیو بیهیویر و یا یک نوع رفتار ناسالم و کردار ناسالم باشه که در نهایت میتونه به ما ضرر بزنه و روی مسائل دیگر زندگیمون هم تاثیر بذاره. به هر صورت
به پایان برنامه‌مون رسیدیم. خیلی متشکرم از اینکه به برنامه ما توجه می‌کنید، از ساپورتتون. خیلی متشکرم از دستاندرکاران تلویزیون تصویر ایران و آقای اندرو کارگردان عزیزمون و همچنین آقای میرچی صاحب تلویزیون. به هر صورت از همه شما هم ممنون هستم و تا هفته آینده به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.